یکی از دغدغه‌هایی که بیشتر افراد به خصوص خانم‌ها در طول سفر دارن، اجبار به استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی هست که خیلی‌هاشون وضعیت بهداشتی مناسبی هم ندارن. بعضی اعتقاد دارن که رفتن به این دستشویی‌ها شانس ابتلا به عفونت‌های تناسلی رو افزایش میده. بعضی هم اعتقاد دارن که بعد از رفتن به این دستشویی‌ها دچار عفونت‌های ادراری، سوزش ادرار و همینطور عفونت‌های قارچی شدن. سلام، من دکتر مظفری هستم و قراره توی این ویدیو در مورد دستشویی‌های بین‌راهی و اینکه آیا میتونن باعث ایجاد عفونت‌های تناسلی بشن یا نه صحبت بکنم. اما قبل از دیدن این ویدیو ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون از من حمایت بکنید و اگر نظری یا سوالی دارید در بخش کامنت ها بپرسید، در اسرع وقت اونها جواب خواهم داد. چند وقت پیش بیماری داشتیم که وقتی داشتیم ازش شرح حال می‌گرفتیم به یک نکته اشاره کرد که خیلی توجه منو جلب کرد. ایشون میگفت در طول سفرهای طولانی که داشته مجبور بوده دستشویی‌های بین‌راهی استفاده بکنه و عفونت تناسلی که الان پیدا کرده بود رو به این موضوع نسبت میداد، چون شنیده بود که استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی میتونه باعث چنین مشکلاتی بشه. برخلاف باور خیلی از مردم، دستشویی‌های بین‌راهی بزرگترین و مهمترین عامل ابتلا به عفونت‌های تناسلی به خصوص در خانم‌ها نیست. اما ممکنه باز سوال بکنید که پس چرا احتمال ابتلا به عفونت‌های تناسلی در طول سفر انقدر زیاده؟ ببینید این خود افراد هستن که به طور ناخواسته در طول سفر شرایط ابتلا به عفونت‌های تناسلی رو فراهم میکنن. چطوری؟ تو مدت زمانی که شما در طول سفر تو ماشین نشستید امکان عرق کردن و رطوبت و گرما تو ناحیه تناسلی به وجود میاد. از طرفی خیلی عادت دارن که شلوارهای تنگ و چسبون بپوشن. این دوتا عامل هستش که شما رو مستعد به عفونت‌های تناسلی در طول سفر میکنه. اما خب چاره‌اش چیه؟ چطوری میتونیم از شر این عفونت‌ها در طول سفر خلاص بشیم؟ ببینید در وهله اول شما باید اون عامل ایجاد کننده زمینه‌ای رو حذف کنید. یعنی به جای استفاده از شلوارهای چسبون و تنگ، از شلوارهای نخی و آزاد استفاده بکنید. از لباس زیر نخی استفاده بکنید. هر 1 الی 2 ساعت یک بار توقف کنید، از ماشین پیاده بشید تا امکان عرق کردن و رطوبت و گرما که عامل اصلی عفونت‌های قارچی در ناحیه تناسلی هستن کمتر بشه. من در طول سفر خیلی دچار سوزش ادراری میشم. آیا میشه این مشکل رو هم به استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی نسبت داد؟ ببینید سوزش ادراری هم مثل عفونت‌های تناسلی علتش خود فرد هست تا استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی. خیلی از افراد در طول سفر اصلا مایعات مصرف نمی‌کنن. همین باعث میشه که ادرارشون غلیظ‌تر بشه و در زمان ادرار کردن دچار سوزش ادراری بشن. بنابراین باید حتما مثل روزهای دیگه در طول سفر هم شما حداقل 8 لیوان مایعات رو مصرف بکنید تا احتمال بروز همچین مشکلی کم بشه. از طرفی خیلی از افراد به خاطر اینکه از این دستشویی‌های بین‌راهی استفاده نکنن ادرار خودشون رو نگه می‌دارن. نگه داشتن ادرار زمینه رو برای عفونت‌های ادراری خیلی بیشتر می‌کنه و همینطور احتمال سوزش ادراری رو هم تشدید می‌کنه. دستشویی‌های بین‌راهی که از وضعیت بهداشتی مناسب برخوردار نیستند بازم نمیتونن باعث ابتلا به بیماری در ناحیه تناسلی بشن. معمولا اتفاق نمیفته مگر اینکه اون دستشویی‌های بین‌راهی به طرز غیر قابل تحمل آلوده بشن. شما اگر میخواید از بیمار نشدنتون مطمئن بشید، سعی کنید قبل از استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی حتما دستکش یا چند تا دستمال کاغذی همراه خودتون داشته باشید تا موقع باز کردن درب دستشویی‌ها استفاده از شلنگ و شیر آب از اونها استفاده کنید. در غیر این صورت اگر اینا همراهتون نبود، از شلنگی بر روی زمین افتاده یا حتی شلنگی که آویزون هست مطلقاً استفاده نکنید و سعی کنید که حتما یه بطری آب کوچیک همراه خودتون داشته باشید تا برای شستشو از اون استفاده بکنید. میشه به جای استفاده از شلنگ‌های آلوده دستشویی‌های بین‌راهی از دستمال مرطوب استفاده بکنید. ببینید از اونجایی که گرما، رطوبت و تاریکی شانس ابتلا به عفونت‌های قارچی رو بیشتر میکنن، شما زمانی میتونید از دستمال مرطوب استفاده بکنید که بلافاصله بعدش از دستمال کاغذی برای خشک کردن ناحیه تناسلی استفاده بکنید تا شرایط ابتلا به عفونت ایجاد نشه. آیا دست آلوده در طول سفر میتونه عامل برای ایجاد عفونت‌های تناسلی باشه؟ بله، 100%. قبل از استفاده از دستشویی‌های بین‌راهی سعی کنید اول دستتون رو با آب و یه شوینده مناسب بشورید تا در صورت تماس دستتون با پوست ناحیه تناسلی و حتی اون دستمالی که قرار هست ناحیه تناسلی رو خشک بکنید، به این ترتیب احتمال ایجاد عفونت تناسلی کاهش پیدا بکنه. آیا استفاده از آب‌های روان برای شستشوی ناحیه تناسلی در طول سفر میتونه باعث ایجاد مشکل بشه؟ میتونه باعث ایجاد عفونت‌های تناسلی بشه؟ ببینید اگر اون آب شفافیه و گل‌آلود نیستش، تو شرایط ضروری میتونید ازش استفاده بکنید. اما اگر آب کدره
آب گلالود هستش، به خاطر اینکه میتونن باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی و ایجاد کهیر در ناحیه تناسلی بشن، بهتر هست از اونها استفاده نکنید. استفاده از این آبها معمولا با اگر خیلی زیادی همراه هست و معمولا خیلی اطمینانی نمیشه به اونها کرد. پس به طور کلی عفونت‌های تناسلی در طول سفر بیشتر به خود افراد برمیگرده. اگر افراد در طول سفر نظافت و بهداشت فردی خودشون رو رعایت بکنن، احتمال ابتلا به عفونت‌های تناسلی، عفونت‌های ادراری و سوزش ادراری تا حد مطلوبی کاهش پیدا میکنه. قبلا در مورد عفونت‌های ادراری ویدیوش رو ساختم، لینکش این بالا قرار میدم، حتما ببینید. یادتون نره آگاهی درمان است. اگر تا الان کانال ما رو دنبال نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. این ویدیو رو هم حتما برای دوستانتون که از دستشویی بین راهی میترسن و در طول سفر ادرار خودشون رو نگه میدارن حتما به اشتراک بذارید.